اگر نماز میخوانیم به خاطر خدا باشد، نه به خاطر امر بالمعروف، نه به خاطر محتسب. اگر ما ریش میمانیم خدایی باشد، به خاطر از این که ما از سنت گوهربار پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و سلم پیروی میکنیم، نه از محتسب و امر بالمعروف. اگر ما حجاب اسلامی را مراعات میکنیم به خاطر احکام الله سبحانه و تعالی باشد، نه به خاطر محتسب و امر بالمعروف. اگر ما بنده پروردگار میشویم، تابع نظام خداوند میشویم، به خاطر خدا لله فی الله باشد، نه به خاطر مخلوق، نه به خاطر بشر. ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اگر ما در ظاهر عمل انجام میدیم که موافق دین هست، اما عقیده و باورمان به خاطر مخلوق، به خاطر بنده، به خاطر کسب رضایت مخلوق باشه، قطعا یقینا ولو که نماز است، ولو که روزه است، ولو که جهاد است، ولو که مبارزه هست، ولو که دعوت و ارشاد هست، ما از گامهای شیطان پیروی کردیم. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یک آیه قرآن کریم انسان میتونه ساعتها فقط درباره یک آیه قرآن کریم، یک بند قرآن کریم انسان صحبت بکنه. تمام کار و برنامه ایمان به خاطر کسب رضایت الله تبارک و تعالی باشد. بندگان خدا،